سلام برات شبنم جان سریا. چطور هستین شما؟ خوب هستین؟ داشتنی که کلاهی منتظر شما بودن. چطور هستین؟ خوب هستین؟ چه خیلین شما؟ تمام. کلاهی خودت دوزار شبنم جان. خب شبنم جان باز هم بار دوم با شبنم جان سریا مصاحبه داریم. خاطرای بسیار خوش با شبنم جان داریم. دیگه واقعا شبنم جان قرار که در آغاز ما گفتم خداوند یک هنرمند دو چیز باید بده که استعداد هنری و اخلاق هنری که شبنم جان داره و در پاروی شبنم جان یک چیز دیگه داره که کم هنرمند داره، زیبایی هنری. نام خدا چقدر زیباستن. شبنم جان به برنامه زنگ دروازه بار دوم بسیار خوش آمدید. در آغاز برای دوستای ایرانی، هموطنان تاجیکیتان و دوستای افغانی اگر کدام گله پیام داشته باشین بگوین که سوالات شروع میشه. سلام به کل مردم فارسی زبان و ما راستی بسیار خوش شدم که در پروگرام آقای مردمی هستم و با کل شما پیامش خدا و پیام کل مردم تاجیکستان هم براتون میرسانم و بسیار دوستان دارم. زنده باشین. عید قربان به همه شما مبارک باشه. با فردا شب انشالله آهنگای نام خود را و بسیار چیزای نویگری برای مخلصان خود، برای بینندگان خود، برای دوستداران خود آوردیم. انشالله تنها نیستم، با همراهی بهرام جان غفاری هستم که بسیار یک خواننده است که من بسیار دوستش دارم. یک صدای داره که راستی من فکر میکنم نیست رقمی. و فراجان شمس است که من اورم بسیار دوست دارم و یک آواز شیرین داره و راستی من فکر میکنم بسیار خوب کنسرت هم است و وقتی کلگی خوش میگذره انشالله. روزی همه خوش میگذره. من بخیر شدم که کلگی رو گفتیم، مردمی رو شروع نگفتیم. نه چرا؟ من به مردمی هیچ کنسرت نمیشه. خب شبنم جان نازنین، من میفهمم که بسیار دوست خوب است و افتخار از این دارم. من بسیار افتخار دارم که من مثل آقای مردمی دوست دارم. بسیار دوست بهترین است. و من افتخار میکنم و نه تنها من کل افغانا خودت دوست داره. فردا شب خواهش میکنم خواندن بیا که بریم باغ امیر نخوانیم بانه که مردم کلاهی با بوده می آهنگ نه کی بریم باغ کدام باغ همان باغ کی لیلی خانه دارد. بیا که بریم دشت کدام دشت همان دشت که مجنون خیمه دارد. زی لیلی خبری نیست، زی مجنون اثری نیست، زی باغش میوه‌ای نیست. زی لیلی خبری نیست، زی مجنون اثری نیست، زی باغش میوه‌ای نیست. بیا که بریم باغ کدام باغ همان باغ که لیلی خانه دارد. اگر بادی صبا پیدا نمیشد، دهانی غنچه گلوا نمیشد. اگر لیلی را میدادم به مجنون، در عالم عاشقی رسوا نمیشد. اگر لیلی را میدادم به مجنون، در عالم عاشقی رسوا نمیشد. که بریم باغ کدام باغ همان باغ که لیلی خانه داره. یا که بریم دشت کدام دشت همان دشت که مجنون خیمه داره. زنده باشین. شبنم جان قبل از اینکه سرچی باز هم یک کوتاه صحبت کنیم، امروز یکی از هنرمندای بسیار خوب ما، هنرمنده که واقعا هنرمند دوست داشتنی است، مژده جان نام شنیده باشین. برای ما گفت که مردمی اسپیشال برای ما تلفن کرد، در فیسبوک من داخته بودم، گفت شبنم جان از طرف ما امیال برنامه را مژده جان میبینه در ونکوور کانادا، گفت یک سلام بگو، گفت بگو I love you. واقعا دوست دارم. من خود مژده جان اینقدر دوست داشتنی است که کل افغانا دوست داره. سلامت باشین مژده جان. من بسیار شما را هم دوست دارم. من بسیار خوش هستم که شما یادی ما کردین. زنده باشین و انشالله کوشش میکنم و انشالله خدای تعالی باوری دارم که انشالله وا میخوریم. انشالله میگن که کوه به کوه نمیرسه، آدم به آدم میرسه. انشالله. چنانچه ما و شبنم جان یک سال باز یک دیگر دیدیم، سال گذشته دیده بودیم. خب خاطره ها هست و شبنم جان یک چیز بیننده ازم یکی به نام خدا استعداد بسیار خوب داره در قسمت آوازخوانی. دیگه بسیار دوست خوب با شبنم جان که بدون مسائل موسیقی آدم باشه، بسیار ساتر، بسیار فرندلی. گفتی امریکایی دوست بسیار خوب است که آدم اینال که برای باز آدم پس مسش میکنه. خب
چرا خب کردی یگان چی گپ زد برام جان راجع به شبنم جان خودت چی فکر میکنی؟ برام جان عزیز ما خو به اصطلاح با وصف از که هم فرهنگ هم کلچر و هم زبان هستیم. خودت که در تاجیکستان هستی و شبنم جان یک نام آشناست در تاجیکستان و افغانستان و بعضی کشورها، راجع به شبنم جان خودت چی فکر میکنی؟ راجع به هنرش خودت یک هنرمند بزرگ هستی. شبنم جان که امروز همه مردم تاجیکستان از روی ما شبنم جان فخر میکنند که چنین هنرمند دارند. چه تفاوت می‌بینی با شبنم جان نسبت به دیگر هنرمندا؟ در این سالهای اخیر شبنم جان خیلی نویگری ها برای مردم تاجیکستان، برای صنعت هنری والای تاجیکستان خیلی هنری والا را دستگیری کرد و از این عهده برآمد. ما همه هنرمندا شبنم را دوست می‌داریم، زمان می‌کردیم. تا همه عروسی‌هایی که در تاجیکستان می‌گذرد به سرودای شادروان احمد ظاهر همیشه مادرم همیشه کسی که باشه نباشه ما همه صنعتکارا میشناسیم که احمد ظاهر کیست، ما همه میدونیم، ما همه دوستش داریم به خاطری که اجگاه رقمی شخصا انسان ها دیگه هیچ پیدا نمیشوند. یک موضوع مهم گفتیم که شبنم جان احمد ظاهر میگه امشب با قصه دل من گوش میکنی، فردا مرا چو قصه فراموش میکنی انشالله. خب شبنم عزیز گفتنیتون به افغانای نازنین که خود چقدر 2000 هستک بوینم و همیشه خوشبخت باشین، زنده باشین، سربلند باشین، همیشه سلامت باشین و همیشه در لبانتون خنده باشه، سلامت باشین. من بسیار شما را دوست دارم. به امان خدا برنامه زنگ دروازه به شما شب خوش میگه و فردا شب ما میخوریم. خداحافظ، شب خوش.